سلام و درود. یادی کنیم از میرزاده عشقی، شاعر معاصر، شهید راه آزادی. در گورستان ظهیرالدوله فی البدایع این گونه فرمودند که باری این صحنه پر از وحشت موت، گوش من کر شده از کثرت صوت. کاین زمین انجمن خلوت خاموشان است، بستر خفتن از یاد فراموشان است. جای خوابیدن داروی عدم نوشان است، جای پیراهن یکتای کفن به تن پوشان است.